ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. ای یار تو مونسی روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. سرآغاز سخن رسم قدیم است که شروع آن بسم الله الرحمن الرحیم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عید بسیار روز خوب است. ما باید عید را با خوشی سپری کنیم. عید از نام معلوم است که روز خوشبختی می باشه و ما هیجان داریم. و در روز عید صبح که خیستم خیلی خوشحال می باشم که امروز روز عید است و وقتی که پدر جانم برش عید مبارک میگم. ما در سال 2 بار عید داریم، یکی عید قربان و یکی عید رمضان که عید قربان، در عید قربان ما میتونیم حیوانات مانند گاو، گوسفند، بز یا را ذبح کنیم و از گوشت از او برای مردم که به اون نیاز دارن بر از او بتیم. قلم گیرم اول الله نویسم، صفات پاک او را بالا نویسم. وقتی که یک شب به عید میمانم، دختر خاله و مامانشان یا خانه ما میباشن و ما دختر خاله ما میخوایم تا برام خینه بندازه و خیلی خینه مقبول به ما میندازه و من زیاد خوش میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام من عبدالله پوپل است. نام پدرم سلیمان پوپل است. روز عید را بسیار خوش دارم. کالا میخرم، کالای نم میباشم، چکر میرم. اول از پدر جان و مادر جان خود عید مبارکی میکنیم، بعد از او ازشان عیدی میگیریم. لباسای نو میپوشیم، با پدر جان میریم با مسجد نماز عید ادا میکنیم و با خانواده عید مبارکی میکنیم و خانه اقارب میریم. از پدر و مادر و مامایمشان عیدی میگیریم و با برادران خطرکم هم عیدی میتون. در روزهای عید کسایی که قهر هستند باید با هم آشتی کنن و با هم دوست شوند و خانه یکی دیگه برون. پدرم، کاکایم، مامان، برادرایم وقتی که از مسجد میرن برام عیدی. عید که میشه بسیار خوشحال میباشم و من امروز مادرجانم در کارهای خانه کمک میکنم. امروز چای را میارم، به تفریح میریم، رستوران میریم، آیسکریم میخریم. و وقتی ما میخوایم بریم به طرف مسجد بسیار یک حس خوب میداشته باشیم. از خاطر بعد از عید ما از دوستا عیدی میگیریم و میریم به جای تفریح. ما بسیار خوش میباشیم دو روز. بعد عیدی را که گرفتیم میریم که با مادرجان و پدرجان خود تفریح، رستوران، آیسکریم میخوریم و غیره. وقتی پدرجان و برادرایم از مسجد میاین، ما امروز عید مبارکی میکنیم. اول امروز پدرجانم، بعدش امروز مادر کلانم و امروز برادران و مادرجانم همراه همهشان عید مبارکی میکنیم. شب عید که میشه ما بسیار هیجان انگیز میباشیم، میخوایم که بخیر صبح عید شه و عید مبارک بشه. عید که یک روز خیلی خوبی است. وقتی که پدرم از مسجد میایه برش سلام میدم و بر ما عیدی میته و بسیار یک روز خوب میباشه. عیدی را باید به چیزای بیهوده مصرف نکنیم، چیزای بخوریم که بر ما فایده کنه. سلیقه لباس در مادرم است که بسیار در لباس سلیقه داره و همراه مادر جانم میریم. همراه پدرجان و مادرجانمان بیرون میرویم و میخوایم که خوش بگذرانیم و تفریح کنیم. وقتی که گوسفند یا گاو ما بر قربانی میگیریم، پدر وقتی که میگه بیا ایسا کمک باز ما میرم کمک، بسیار یک لحظه خوب است. و وقتی که ما یک کار میکنیم دیگه ما دیگه کار میکنیم و او بسیار لحظه خوب میباشه که مثلا ما گوشت کم میگیرم که یکی دیگه تبر کنه و بسیار یک لحظه خوب میباشه. ما هیچ یادم نمیره، مخصوصا پارسال. پس عیدی به خود گودی میخرم یا اگر لباس باشه لباس میخرم، لباسای جدید. فال کوچک که قهر میکنن با یکی دیگه، پیام میست برشان که آشتی کنن، روز عید خوشحال باشن. پیسه که میگیرن از پدر عیدی میگیرن او را باید از خرج کنن، چیزای مفید بگیرن. پولی را که عیدی میگیریم به همراه اقارب یا دوستان میریم به جاهای تفریحی یا رستوران جایا میریم. اطفالایی که با هم قهر میباشن باید پس آشتی کنن، باید با هم جنگ نکنن. او روز عید است باید به خوبی تجلیل کنن. پیام ما به کسایی که پسنداز نمیکنن این است که باید در زندگی خود یک دخلک داشته باشیم تا پیسایی که ما بیهوده مصرف میکنیم او را بیهوده مصرف نکنیم. اما خوب است که او را در دخلک خود بندازیم. کسایی که پیسهشان بیجا مصرف میکنن مثل بطاقی یا تفنگچه باید نخرن، برای خودشان یک چیز برایشان نگاه کنن. بیجا مصرف کردن یعنی تفنگچه میخرن، پتاقی، این چیزا را باید بیهوده نگیرن. آنهایی که قهر هستند پیامم برایشان این است که در روز عید قهر نباشند و با هم آشتی کنند. پیام
پیام به اطفالی است که آشتی کنن، خوش باشن و شوخی نکنن به خاطر که دیگر اذیت میشه. کسایی که جنگ کردن پیام ما در عید بر از وی است که عید یک روز بسیار خوب می باشه و ما باید دو با هم دیگه آشتی باشیم و یکدیگر دو روز حمایت کنیم و با هم دیگه صحبت کنیم و امسال امید داریم که همو پارسال پیرارسال واری بسیار یک عید خوب و خوش داشته باشیم.